دروغ بزرگ نوشته آبتین پوریا، راهنمای تشخیص مزخرفات به ساده ترین زبان ممکن، همراه با نقد کتاب راز. بخش 4. شبه علم‌های مشهور. دامنه شبه علم و خرافه‌های مدرن وسیع‌تر از آن است که در یک یا دو کتاب بگنجد، اما به مصداق ضرب‌المثل آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، می شود نمونه‌های پررنگتر و دم دستتر این مزخرفات را سر دست گرفت و به مجمر مبین نقد فرستاد. در این فصل به چند نمونه از شبه علم‌های معروف می پردازم. فضانوردان باستانی. شاید عجیب به نظر برسد که عده‌ای نچندان قلیلی از مردم جهان بر این باور هستند که در گذشته‌های دور موجودات فضایی ناشناخته‌ای به زمین آمده و تمدن‌های باستانی را پایه‌گذاری کرده‌اند. این افراد تمدن‌های مصر، آمریکای جنوبی و مرکزی، خاورمیانه، بابل، سومر و حتی بومیان و استرالیا و خیلی از جاهای دیگر را بنا نهاده شده توسط بیگانگان فضایی می‌دانند. جالب این که برای این مدعای خود دلایل و شواهد هم دست و پا کرده‌اند. آنها با گردآوری تعداد زیادی اثر باستانی معمولی مثل سنگ، نگاره و نقاشی روی ظروف و تندیس چنین القا می‌کنند که به شواهد انکارناپذیری برای ادعای خود دست یافته‌اند و از راز سر به مهر بزرگی پرده برمی‌دارند. باورمندان به این عقیده بهره را از پدیده پاریدولیا می‌گیرند و اغراق نیست اگر بگوییم زنده ماندن این عقیده مدیون پاریدولیا است. پاریدولیا را در صفحه 24 گذرا شرح دادم. مثال دیگری میزنم. زمانهایی که خسته و کوفته در اتوبوس نشسته ایم و برای رفع یک نواختی کسل کننده سفر صدای همهمه مسافران و موتور اتوبوس را ترکیب می کنیم و ملودی موسیقی دلچسبمان را در آن میابیم، مغزمان در حال بهره برداری از پاریدولیا است. خب برویم سراغ فضانوردان باستانی. کارل سیگن در سال 1963 دیدگاه خود را چنین ابراز کرد که از میان این همه ستاره و کهکشان تنها و یگانه بودن کره زمین در پدیده حیات بعید به نظر می رسد و احتمال اینکه در سیارات دیگر نیز حیات به منصه ظهور رسیده باشد کم نیست. حرف جناب سیگن در آن دوران نه تنها غیر علمی و نامعقول نبود، بلکه یک دیدگاه درست و منطقی محسوب می شد و همونطور که در بخش شبه علم بلافاصله به رسانه ها کشیده نشد و در بوق و کرنا هوار زده نشد. جناب سیگن راه علمی را پیش گرفته و این فرض را با اصحاب علم و همترازان خود در این زمینه در میان نهاده بود. کارل سیگن همچنین این فرض را مطرح کرد که چه بسا برخی از گونه‌های حیاتی احتمالی راه هوشمندی را در پیش گرفته و حتی از ما موجودات دوپای مغرور هم هوشمندتر شده باشند و باز هم چه بسا ما را کشف کرده و به زمین هم سفر کرده باشند. فرضیه مذکور به دنبال عدم شواهد کافی و عینی کم کم به دست فراموشی سپرده شد، ولی از بازی فلک چه غفلت که این دیدگاه‌ها و سخنان پیرامون آن درز کرد و نویسنده سوئیسی به نام اریک فون دانکن آن را بنمایه داستان سرایی و افسانه سرایی قرار داد. این نویسنده آلمانی زبان فرضیه مذکور را احیا کرده کتابی به نام عرابه خدایان نوشت و مخلوطی از افسانه و خرافات و داستان و فرضیه راست و دروغ را در آن ریخت تا به خواننده بقبولاند که نه تنها در گذشته‌های دور فضانوردان بیگانه به زمین سفر کرده اند، بلکه پایه تمدن بشر را نیز بنا نهاده اند. به این معنی که تمدن‌های بزرگ باستان مانند تمدن مصر و مایا و ازتک و چند نقطه با آموزش‌های مستقیم این فضانوردان با سخاوت بود
و گاه شمار و لوح و خانه و دم و دستگاه بسازند و بعد بگویند آفرین به خودمان. بله، دانشمند خودخوانده ما کتابی نوشت و همه این نظرها و ایده ها را با کلی آب و تاب و پیازداغ در آن ریخت و نام دهان پرکن عرابه خدایان را بر آن نهاد. از آنجایی که کتاب زرد و بی اعتبار هم مثل هیزم دم دستی سریع و سر ترند می شود و در صدر لیست پرفروشا قرار می گیرد، عرابه خدایان نیز به سرعت مشهور شد و به اکثر زبانهای زنده و نیمه زنده دنیا ترجمه شد. خیلی زود انجمنهای حامی فضانوردان باستانی تشکیل شد و مروجین تئوری توطئه بر طبل شادانه کوفتند و به سلامتی دنکن باده نوشیدند. استدلال‌های اصلی دنکن و طرفداران 2-3 آتشه را میتوان به طور خلاصه اینطور بیان کرد: بناها، وسایل و ابزار و اطلاعاتی که از گذشتگان به جا مانده از لحاظ تکنولوژیک پیشرفته تر از آنند که مردمان آن زمان قادر به تولید آنها بوده باشند. در آثار هنری و حکاکی های به جا مانده از دوران باستان، اشکال و حکاکی های از تمدن های مختلف با فاصله مکانی و زمانی بسیار کشف شده اند که وجوه مشترک بسیار داشتند، در حالی که مردمان آن تمدن ها از وجود یکدیگر آگاه نبودند. دنکن حتی مدعی کشف ماکت های هواپیمای قابل پرواز، ستون آهنی مقاوم در مقابل اکسیده شدن، طرح‌های مربوط به باتری و لامپ الکتریکی و چند نقطه از آثار بجامانده تمدن‌های کهن است. همان گونه که در فصل‌های قبل توضیح دادم، یکی از شاخصه‌های شبه علمی است که ابتدا هدف خود را مشخص می‌کنند و سپس به دنبال تحقیق می‌روند. به این معنی که جناب دنکن و دوستانش همه آثار تمدن‌های بیگانه را گشته‌اند تا آثار فرازمینی ها را بیابند و این طبیعی است اگر هزاران مورد را بیابند که بشود آنها را به فرازمینی ها ربط داد. برای نمونه نقوش بزرگی مرتبط با تمدن نازکا را در پرو بررسی کردند و این گونه نتیجه گرفتند که اینها بدون شک باند فرود هواپیمای فرازمینی ها بوده است. یا اهرام مصر تصاویر مارهایی که در اشیاء لوله مانندی قرار گرفته بودند را لامپ مغناطیسی و کوزه مکشوفه در بغداد را باتری مولد برق معرفی کردند. ستون آهنین مکشوفه در هندوستان را هم که در سطور بالا اشاره کردم ساخته شده از آلیاژهای فرازمینی دانستند. جدای از اینها در کوششی خستگی ناپذیر تصاویر زیادی از سفینه‌های فضایی و فرازمینی‌های مستقر در آن را در سنگ نگاره‌های باستانی یافتند و بلافاصله در بوق و کرنا کردند. حامیان این ایده ها در قرن 21 زیردریایی و هلیکوپتر و لپتاپ و موبایل هم در این نقوش یافته و نبوغ خود را به همگان نشان داده‌اند. اما این ادعا که گوش فلک را کر کرده است تا چند اندازه میتواند منطقی باشد؟ برای بررسی این مدعا لازم است چند نکته را در نظر بیاوریم. تیغ اوکام را نباید از نظر دور داشت. طبق این اصل پذیرفته شده، تا زمانی که نتوان همه دلایل عینی، ساده و منطقی را رد کرد، نباید به سراغ ایده های ماورایی، پیچیده و ذهنی رفت. برای نمونه همین نقوش بیابان‌های پرو را در نظر بگیرید. تا زمانی که دلایل عینی و ساده توجیه آنها مانند این که این نقش‌ها برای مراسم مذهبی و آیینی روی زمین کشیده شده اند مردود نشوند، وسط کشیدن پای فرازمینی‌ها غیر منطقی و انحرافی است. تصور کنید به خانه می‌روید، می‌بینید ساندویچتان در یخچال نیست. منطقی این است که نتیجه بگیرید همخانه‌تان گرسنه بوده و آن را خورده است. تنها یک مغز بیمار خالی شدن یخچال را به گردن فرازمینی‌ها یا جن و ارواح سرگردان می‌اندازد. در بررسی میزان علم و دانش مردمان دوران کهن نباید ساده انگاری بیش از حد کرد و فاکتور گذشته زمان را نادیده گرفت.
برای روشن شدن قضیه مثالی میزنم. امروز ما میدانیم که مردم تمدن کهن ایلام قرنها به ثبت وقایع نجومی مانند خسوف و کسوف و مقارنه و مقابله و اینها میپرداختند و این اسناد ثبتی را برای نسل‌های بعد به یادگار میگذاشتند. بنابراین دور از انتظار نیست اگر این مردم با بررسی این خیلی عظیم داده کم کم بتوانند به واقعیت‌هایی در مورد پدیده‌های نجومی پی ببرند و بفهمند که هر 19-2 سال خورشید گرفتگی رو خواهد داد و خسوف و کسوف را پیش بینی کنند. این هم طبیعی است که مردم باستان با رصد مداوم آسمان به وجود تعدادی ستاره که چشمک نمیزنند پی ببرند و نام فلک بر آنها بگذارند و افسانه 7 آسمان را ابداع کنند. اگر پای فرازمینیان در کار بود، 7 آسمان را که شامل 5 سیاره و خورشید و ماه میشد را ابداع نمی کردند و بشر برای کشف سیارات دورتر از زحل منتظر هانس لیپرشی و گالیله نمی ماند. اختراع تلسکوپ. بسیاری از ادعاهای دانکن و هوادارانش از پایه و اساس دروغند. تست رورشاخ. زیرنویس: تست رورشاخ یا تست لکه یک آزمون روانی فرافکن است که در آن افراد مورد معاینه تلقی خودشان را از لکه عجیب و غریب جوهر میگویند و بر اساس این تفسیر و تلقی روانشناس نوع شخصیت یا عملکرد احساسی فرد یا حتی اختلالات ذهنیش را تشخیص می‌دهد. دنباله متن. و پاریدولیا به طور واضحی کشفیات باستانی امثال دانکن را توضیح می‌دهند. اگر فرض بر این بگیریم که ادعاهای مذکور درست است و مردمان دوران باستان با فرازمینی‌ها مرتبط بودند و دارای تکنولوژی‌های مدرن امروزی و لامپ و غیره بودند، حق داریم که انتظار داشته باشیم اگر نقشه یا محاسبه ای از کره زمین یا فاصله میان زمین و خورشید از خود به جا گذاشته اند هم دقیق و درست باشد، نه اینکه فقط کمی به واقعیت نزدیک باشد. می‌دانیم که در واقع چنین نیست. همچنین حق داریم بپرسیم که چرا مردمان فرضی مورد ادعای دانکن که از شکل دقیق اسپرم گرفته تا هلیکوپتر و زیردریایی همه را هک کرده اند، چرا در مورد دایناسورها، کوازارها، کوارکها، سیاهچاله‌ها، کهکشانها و غیره چیزی نگفته و اثری به جا ننهاده اند؟ زیرنویس: کار سختی نیست. همین الان کتاب را زمین بگذارید و مشغول شوید. قول می‌دهم به زودی لابلای حکاکی‌های باستانی هر بنایی که دم دستتان بیاید موارد مذکور را می‌یابید. فقط کافی است کمی قدرت تخیل داشته باشید. اگر فرازمینیان و لامپ و زیردریایی و هلیکوپتر و هواپیمای دوران باستان وجود خارجی می‌داشتند، میبایست تا به امروز و پس از این همه کاوش باستانشناسی اسناد ملموسی مانند یک تکه فضاپیما، یک لامپ سوخته، 2 سانتیمتر سیم، پیچ و مهره و چیزهایی از این دست به دست می آمد، ولی دریغ از یک واشر خشک و خالی. به نظر می رسد جناب دانکن سعی دارد هر تمدن خارج از اروپا را مرتبط با موجودات فضایی معرفی کند و دور از تصور نیست که این کار انگیزه سیاسی و ناسیونالیستی داشته باشد. به این معنی که دوست دارد به جهان بقبولاند که هیچ تمدنی برتر از اروپاییان وجود نداشته. تمدن‌های کهن مکشوفه هم همگی از صدقه سر فرازمینیان بال و پری زدند و خاموش شدند، وگرنه خود آن مردمان چیزی در چنته نداشتند. حالا بیایید یک آزمایش فکری بکنیم. تصور کنید که سال 32020 میلادی است و انسان وسیله‌ای برای سفر به ستارگان دوردست ساخته است. این وسیله
از یک استوانه بزرگ و یک گوی که در بالاترین قسمت آن نصب می شود ساخته شده است. این وسیله ستاره پیمای AP نام گرفته است. گروهی از دانشجوها در یک رخداد تصادفی می توانند به بخشی از دیتاهای مردم 30,000 سال پیش دسترسی پیدا کنند و با کمال شگفتی دریابند که در شهر تهران وسیله‌ای به شکل ستاره پیمای X وجود داشته که در برخی عکس‌های قدیمی بی‌کیفیت که بازیابی شده اند شق و رق روی زمین ایستاده است. آنها برج میلاد را ستاره پیما قلمداد می کنند و فی‌الفور نظریه می دهند که آی چه نشسته اید که ایرانی ها 30,000 سال پیش ستاره پیما داشتند. بلافاصله دانشجوهای هیجان طلب دیگری نیز مشغول بازیابی عکس‌های 30,000 ساله می شوند و نمونه‌های دیگر ستاره پیما را در مالزی و کانادا می یابند. گروه‌های بیشماری بران می شوند تا از لابلای اسناد 30,000 ساله رد این تکنولوژی ها را بیابند و در لابلای کار به برگه های از کتاب هری پاتر و سکانس هایی از فیلم های هالیوودی بر می خورند. اتفاقی که می افتد را دیگر خودتان می دانید و من آزمایش فکری را هم اینجا متوقف می کنم تا خودتان نتیجه بگیرید. عرفان کوانتومی. احتمالاً لازم نیست خیلی هم اهل کتاب و کتابخوانی باشید تا چشمتان به جمال کتاب‌هایی با تیترهای دهن پرکنی مانند اندیشه‌های کوانتومی مولانا، پاکسازی کوانتومی، شفای کوانتومی و امثاله منور شده باشد. این روزها سنگ بیابان را بردارید، ادعاهای کوانتومی است که از زیرش به بیرون می‌خزد. ولی چه شد که یک دفعه این همه کاربرد عجیب و غریب برای کوانتوم پیدا شد؟ برای دانستن این مطلب باید چند قرنی به عقب سفر کنیم. آن زمان که نیروی مغناطیس و الکتریسته هنوز تلفیق نشده بودند و به تازگی توسط انسان به افتخار کشف شدگی نایل آمده بودند. در آن سالهای نچندان دور دانشمندان مشعوف و عوام هیجان زده از پدیده‌ای که بعدها الکترومغناطیس نامیده شد به شیوه‌های گوناگونی شادمانی می‌کردند. دانشمندان طبق معمول روش علمی را در پیش گرفته بودند و با بررسی و راستی آزمایی و آزمون و محاسبه و کلی کار طاقت فرسا به تبیین نیروی جدیدالکشف مشغول بودند. ولی عوام الناس هرگز وقت خود را با این کارهای خسته کننده هدر نمی‌دادند. آنها می‌نشستند، فکرکی می‌کردند، تخیل به کار می‌گرفتند و آش می‌پختند. گفتم آش، منظورم سوپ بود. سوپی از مزخرفات، ترکیبی نابهنجار از فرضیه و نظریه و قانون و اصل فیزیک و فلسفه و ریاضی و خلاصه هر آنچه از این سو آن سو شنیده بودند را در قابلمه مسین کلمات می‌ریختند و به خورد مردم ساده تر از خود می‌دادند. کشیش‌هایی پیدا شدند که با صلیبی از جنس آهن به سر و شانه مؤمنین می‌کوبیدند تا با مغناطیس موجود در آن شفای عاجل برایشان به ارمغان بیاورند. پزشکانی پیدا شدند که دستاوردهای خدا بیامرز مسمر را با نام خواب مغناطیسی، دستمایه کلاهبرداری و قدم زدن در جاده هموار شارلاتانیزم قرار داده بودند. حتی کسانی بودند که زنده کردن مردگان با الکتریسته را در ید قدرت خود می دانستند. مدعیون استفاده های معجزه آسا از نیروی مغناطیس مثل مور و مرخ از در و دیوار شهرها بیرون می ریختند و مغناطیس گویان خیلی مردم ناآگاه را به سمت قله های موهوم رهنمون می شدند. مدت زیادی نگذشت که ماجرا لوث شد. دانشمندان حقیقت الکتریسته و مغناطیس را با زبان ساده و همه فهم برای عموم تشریح کردند و خیلی زود پایه‌های حکومت رهبران شارلاتانیزم لرزیدن آغازید و فرو ریخت.
یکی 2 قرن بیشتر نگذشته بود که بار دیگر قو برخاست که مردم چه نشسته اید که نیروی جدیدالکشف اتمی با 1001 کارایی معجزه آسا از راه رسید. در همان ایام که دانشمندان با کاوش در اتم‌ها در حال تبیین نیروی اتمی بودند، شارلاتان‌ها با کاوش در میان مغز راکد و البته جیب‌های پرپول مردم ساده در حال انتقال جرم از جیب به جیب بودند و با فروش انواع و اقسام اجناس بنجل که برچسب اتمی خورده بودند، گام‌های استوار خود را در همان جاده استواری که چند خط بالاتر ذکرش به میان آمد طی طریق می‌کردند. در آن دوران که ممکن است برخی از پدر بزرگای شما هم به یاد داشته باشند، حتی بستنی‌های اتمی با قیمت گزاف به فروش می‌رسید و مردم تازه با اتم آشنا شده سر کیسه را شل کرده بودند. خب بعدش چه شد؟ رادیواکتیویته بودن هر چیز اتمی بازار دلال جهالت‌ها را کساد کرد و زندگی‌ها به روال عادی برگشت، با این تفاوت که نیروی اتمی هم به ید قدرت بشر افزوده شده بود. در قرن 21 توی پرانتز لااقل تا امروز که من در حال تایپ این جملات هستم پرانتز بسته، نیروی دیگری کشف نشد و بشر در حسرت کشف نیروی پنجم طبیعت زانوی غم بغل گرفته اشک غم می‌چکاند. ولی چه غم که با پدیده‌های شگرفتر و اعجاب انگیزتر از نیروهای معمول طبیعت آشنا شده. بله، حدستان کاملا درست است. خود کوانتوم را میگویم. کوانتوم آنقدر عجیب است که بازار شارلاتان‌ها را حسابی رونق داده، آنقدر که اگر تا 1000 سال هم چیز جدیدی برای دست مایه کردن کشف نشود، دارند که بخورند و بپاشند. خب برویم سر اصل مطلب. واژه کوانتوم نخست بار توسط ماکس پلانک ابداع شد. گرچه برای ورود به دنیای کوانتوم باید تقریباً هر چیزی که از فیزیک و ریاضی و منطق و عقل و 3 نقطه به معنای کلاسیک آن در سر داریم را کنار بگذاریم تا با خارق العاده ترین دنیاها آشنا شویم که قوانین خاص خودش را دارد. ولی به قول استیر ام رای، فیزیک کوانتوم فیل هوا کردن نیست و می شود با ابزار کلماتمان را توضیح داد. بیایید ابتدا یک آزمایش فکری انجام دهیم. در روز دلانگیزی از روزگاران کهن در 10,000 سال پیش از میلاد، انسانی عاشق می شود و بعد از شکست عشقی تصمیم می گیرد سر به بیابان بگذارد و برود. زیرنویس: حالا گیر ندهید که اون زمانها آدم‌ها اینجوری عاشق نمی شدن. فرضه. دنبالی متن: این فرد بر فرض محال انرژی زیادی دارد و خستگی و استهلاک هم حالیش نمی شود. مسیر مستقیم را می گیرد و می رود. فرد مذکور حتی توان راه رفتن بر روی آب را هم دارد و اقیانوس‌ها را در می نوردد. این فرد عاشق یک دور کامل به دور زمین میزند و مجدداً به همان نقطه که سفر را از آن آغاز کرده بود باز میگردد. تا اینجا مشکلی نیست. مشکل از آنجا آغاز می شود که این عاشق دلسوخته هرچه به کله پوک خود فشار می آورد که بفهمد چگونه چنین چیزی، برگشتن به نقطه اول، ممکن است، عقلش به جایی قد نمی دهد و دیوانه می شود. این در حالی است که امروزه هر انسان متمدنی با اندک سواد و دانش می داند که زمین کروی شکل است و اگر مسیر مستقیم را بر آن بپیماییم به نقطه آغاز خواهیم رسید. ولی برای ذهن یک انسان پیش از تاریخی که چیزی از کروی بودن زمین نمی داند، این رخداد غیر عقلانی و نشدنی است. متاسفم که بگویم آزمایش فکری بالا در مورد ما هم صادق است
فقط به جای کروی بودن زمین باید کوانتوم را قرار داد. به همان نحو که عاشق دلشکسته ما نتوانست رخداد طبیعی برگشت به نقطه آغاز سفر را درک کند و آن را غیر عقلانی تصور کرد، مغز چروکیده بشر امروز نیز قادر به درک رخدادهای دنیای کوانتومی نیست. رخدادهایی نظیر عدم قطعیت هایزنبرگ، گذر همزمان جرم از دو منفذ متفاوت، وجود معلول پیش از علت و 3 نقطه. تصور کنید در یک کمد 2 لیوان قرار دارند که یکی از آنها قرمز و دیگری آبی رنگ است. بعد ما با چشم بسته یکی از آنها را از داخل کمد بیرون می‌کشیم. همه ما با عقل سلیم خود می‌دانیم و یقین داریم که لیوانی که بیرون کشیده ایم یا آبی است یا قرمز. ولی در دنیای کوانتوم این گونه نیست، بلکه لیوان مذکور محتملاً قرمز یا آبی است. این احتمال قابل محاسبه است. در دنیای کوانتوم یک ذره میتواند همزمان در چند جا باشد. در دنیای کوانتوم وجود مشاهده‌گر، بیننده، میتواند ماهیت اشیاء را عوض کند. تا زمانی که به چیزی نگاه نکنیم آن چیز وجود ندارد و کلی پدیده‌های عجیب و غریب و خارج از دایره عقل و منطق و فهم ما، تا جایی که در بدو تولد کوانتوم بسیاری از بزرگان به آن بدبین و حتی با آن مخالف شدند، ولی اینها واقعی بودند و با آزمایش‌های زیادی هم تأیید شده اند. زیرنویس اولین بار آزمایش 2 شکاف توسط یانگ در این باره انجام شد و دوگانگی رفتار نور در آنها دیده شد. دنباله متن و برخی از مخالفان سرسخت کوانتوم از جمله آلبرت اینشتین واقعیت آن را پذیرفته و در جهت تبیین آن کوشیدند. نکته بسیار مهم این دنیای شگفت‌انگیز این است که دنیای کوانتوم و شگفتی‌های آن تنها در ابعاد میکروسکوپی و زیر اتمی وجود دارند و در دنیاهایی با ابعاد بزرگتر از اتم مثل من و شما هرگز اتفاق نمی‌افتد. به قول نیلز بور، مرز بین فیزیک کوانتوم و فیزیک کلاسیک مرز بین دنیای کوچکتر از اتم و دنیای بزرگتر از اتم است. این سخن جناب بور که اهل کوپنهاگ بود تفسیر کوپنهاگی کوانتوم نامیده می شود، چرا که دانشمند دیگری به نام جان فون نایمن گفت از آنجایی که همه اشیاء پیرامون ما و خود ما از اتم‌ها و ذرات کوچکتر از آن ساخته شده ایم، پس ما هم تابع قوانین کوانتومی هستیم. زیرنویس: همین جملات شاید سرمنشأ شبهه‌های امروزی بسیاری از سخنرانان انگیزشی باشد. در سال 1998 یک نظرسنجی انجام شد و طی آن معلوم شد که بیش از 95% دانشمندان جهان تفسیر کوپنهاگی را درست می‌دانند. ولی خب علم با علایق و سلایق کاری ندارد و همه چیز را آزمایش تعیین می‌کند. خوشبختانه تا امروز همه آزمایش‌ها هم حرف و نظر جناب بور را تایید کرده و بر این صحه گذاشته‌اند که قوانین کوانتوم مختص دنیای زیر اتمی است. اتفاق مهم دیگری در تاریخ کوانتوم این بود که در دهه 60 میلادی که اوج این هیجانات بود، فیزیکدانی به نام هیو اورت دنیای موازی را مطرح کرد. فرضیه دنیاهای موازی چون میتوانست برخی پدیده‌های کوانتومی مانند همان آزمایش 2 شکاف معروف را توضیح دهد، مورد توجه قرار گرفت. آزمایش 2 شکاف آنقدر مشهور است که با اجازه بزرگترها از توضیح آن در می‌گذرم تا سخن به درازا نرود. فیزیکدان پرآوازه و نامی جهان ولفگانگ پاولی در همان دوران دچار کسالت‌های روانی شده بود و کابوس‌های ناگواری مانند زن میمون نما، هیولایی که دم خود را می‌خورد و چند نقطه به سراغش آمده بود. ولفگانگ عزیز دوست روانپزشکی داشت که در دنیای روانکاوی اسم و رسمی به هم زده بود. او شاگرد فروید بود و کارل گوستاو یونگ نامیده میشد.
در جلسات مشاوره بین این دو مرد تاریخ ساز سخن از علم و دستاوردهای نوین آن هم به میان می رفت و اتفاقی که نباید می افتاد. در گفتگویی دوستانه پاولی فیزیک کوانتوم را شرح داد و یونگ هم از سر صداقت گفت این فیزیک کوانتوم شما شاید همان آگاهی ما باشد و کلید حل این معمای سخت در دست کوانتوم نهفته باشد. و این گونه بود که تخم لق تلفیق کوانتوم و آگاهی در دهان بشر شکسته شد و شاید بشود گفت اولین جرقه ورود کوانتوم به دنیای شبه علم در همان لحظه نامبارک درخشیدن گرفت. بعد از این اتفاق نویسنده علمگرایی پیدا شد و همه این مطالب و بالاخص نکات شگفت‌انگیز فرضیه دنیاهای موازی را در کتابی همه فهم گنجانید و نشر داد. دست روزگار یک جلد از این کتاب را به دست پزشک آمریکایی هندی تباری به نام دیپاک چوپرا رساند. چوپرا هم گرچه تخصص غدد درون ریز دارد ولی تخصص اصلیش پخت و پز سوپ است، همان سوپی که در ابتدای فصل با آن اشاره کردم. او پس از مطالعه کتاب مذکور فریاد برآورد همگی بروید پی کارتان. تمام این مطالب و دستاوردهای نوین هزارها پیشتر توسط عرفای مشرق زمین کشف شده بود و آن بزرگواران در دل سخنان گوهربارشان به آنها اشارات مختصری فرموده اند. زیرنویس: مولوی بازهای ما هم پا جای پای چوپرا نهاده از این افاضات کم تلاوت نمی کنند. دنباله متن او حتی مدعی شد هندی‌ها در 9000 سال پیش از اکنون نظریه نسبیت را می شناختند. باری همین سخنان جایزه ایگ نوبل را برای او به ارمغان آورد. زیرنویس: ایگ نوبل، نوبل احمقها، نوبل حماقت. و این گونه بود که عرفان‌های کوانتومی یکی بعد از دیگری زاییده شدند و این زاد و ولد تا دوران ما هم ادامه داشته است.